سلام، خیلی خوشحالم که من حسین محمدپور از موج برتر در خدمت شمام و توی این ویدیو میخوام هم معاملات فیوچرز توی فارکس رو بهش اشاره بکنم و هم در مورد سواب یا کارمزد شبانه صحبت بکنم. خب گرچه توی ویدیوهای قبلی به بحث دو طرفه بودن بازار فارکس اشاره کرده بودم، اما قرار شد یکم جزئیات بیشتر ازش بگم که الان وقتش. گفتیم که معاملات بازار فارکس از نوع معاملات آتی یا فیوچرزه، یعنی ما همین الان که میخوایم وارد یک معامله بشویم باید چند تا پارامتر رو معلوم بکنیم. یک، چه چیزی میخوایم معامله بکنیم، نمادمون چیه، اون نماد یه سری استانداردهایی داره. مثلا اگه داریم میگیم اونس طلا، این اونس طلا دقیقاً استاندارداش به صورت جهانی مشخصه، یعنی به طوری که اگر اون طلای به خصوص رو شما توی دنیا به هر کی نشون بدید از یه استاندارد به خصوص حرف میزنه و همه اونو با همون استاندارد میشناسن. و از طرف یه اندازه قراردادی داره، مثلا میگیم که هر قرارداد اونس طلا مثلا 100 اونسه، خب، یا مثلا هر قرارداد یورو به دلار مثلا 100,000 یوروه. حالا این الان خودتون فکرتون رو درگیر اون نکنید. پس اول اینکه ما با یک نماد چه چیزی معامله بکنیم، با یک نماد استاندارد سر و کار داریم. دوم، باید مبلغ یا قیمت معامله رو تعیین بکنیم، یعنی بگیم که آقا مثلا من اگه میخوام اونس طلا بخرم یا بفروشم با چه مبلغی دارم این فروش رو انجام میدم یا خرید رو انجام میدم. نکته بعدی مقدار معامله است، یعنی مثلا من از اون قراردادا چند تاشو میخوام بگیرم. مثلا من اگه یه قرارداد اونس طلا بگیرم میشه 100 اونس طلا، اگه 2 قرارداد بگیرم میشه مثلا 200 اونس طلا. بنابراین مقدار معامله یا حجم معامله باید تعیین بشود توی معاملات فیوچرز. و سومین چیزی که مهمه که باید تعیین بشه تاریخ تحویله. ببینید توی معاملات فیوچرز گفتیم انجام معامله به آینده موکول شده، یعنی در آینده خریدار باید پول بده، فروشنده هم کالا رو تحویل بده. درسته؟ پس زمان این نقل و انتقال، زمان انجام معامله هم باید تعیین بشود. در بازار فارکس به صورت اتوماتیک زمان تسویه حساب پایان روز کاری به وقت بروکر شماست. یعنی شما با چه بروکری کار میکنید، اون بروکر تو کدوم کشور مستقره، بر اساس زمان چه کشوری کار میکنه، پایان وقت معاملاتی اون چه زمانی میشه، اونجا زمان تسویه حسابه. خب اولین سوال مهم همینه، زمان تسویه حساب رو من از کجا بفهمم که کیه؟ خب بریم اینجا. خب شما توی متا تریدر اینجا یه پنجره مارکت واچ وجود داره یا دیدبان بازار، یه ساعتی رو اینجا میبینید. این زمان سرور بروکر شماست و زمانی که این ساعت به عدد 24 میرسه، یعنی 23 و 59 دقیقه و 59 ثانیه، 1 ثانیه بعدش این روز کاری در بروکر شما به اتمام میرسه و زمان تسویه حساب معاملات شما خواهد بود. خب حالا به من توجه کنید. ببینید ماهیت معاملات فیوچرز اینه که خب مثلا فرض کنید شما توی بازار بورس کالای شانگهای دارید معامله میکنید، قاعدتا اونجاها خیلی ها وارد فاز تسویه میشن، یعنی مثلا طرف رفته آهن خریده میره آهنش رو تحویل میگیره، اونی هم که آهن رو فروخته میره تحویل میده. ولی توی معاملات بازار فارکس علیرغم اینکه شما میتوانید
وارد فاز تحویل بشید. مثلا اگر اونس طلا خریدید میتونید تحویل بگیرید، یا اگه اونس طلا فروختید میتونید برید تحویل بدید. علیرغم اینکه این امکان وجود داره، ولی رایج اینه که معامله‌گرها معاملات رو تسویه نمی‌کنند. یعنی معاملات به روز کاری بعد منتقل میشه، اتوماتیک میره به روز بعد. اما وقتی این معاملات یک روز کاری تمدید میشه، یه اتفاقی میفته. یه کارمزد اینجا وجود داره به اسم سواب یا کارمزد شبانه. در واقع بروکر شما، کارگزار شما، به دلیل اینکه این سواب رو داره به اون بانک یا به اون مرجعی که معاملات داره توش انجام میشه پرداخت میکنه، در نتیجه از شما هم میگیره. کارمزد شبانه فلسفهش اینه، اون نهاد مالی که داره این معاملات رو مدیریت میکنه و داره بهش نظارت میکنه، داره میگه من یک روز کاری دیگر هم باید این معاملات رو مدیریت بکنم و حساب کتاباشو نگه دارم دیگه. برای همین میاد از شما یه کارمزدی میگیره به اسم سواب. حالا مقدار سواب چقدره؟ بسته به بروکری داره که شما باش کار میکنید. یعنی سواب یه عدد استاندارد جهانی نیست که توی همه بروکرها یکسان باشه. نه، مبلغ سواب توی بروکرهای مختلف فرق داره. مبلغ سواب به نمادی که شما معامله میکنید وابسته است. یعنی سواب روی مثلا اونس طلا یا نفت برنت یا یورو به دلار با هم فرق داره. مبلغ سواب حتی به نوع معامله شما هم وابسته است. یعنی شما معامله بای یا لانگ انجام میدید یا معامله سل یا شورت انجام میدید، به اینم بستگی داره. این دوتا کلمه جدید چی بود گفتم؟ لانگ، شورت. آره، اینا عبارتهای معادل بای و سل دیگه. یعنی شما ممکنه توی یه مقاله جایی یا تو همین گفتگوها مثلا میبینید خیلی از آدما میگن ما لانگ گرفتیم، معنیش اینه که من وارد معامله بای شدم. یکی میگه من شورت گرفتم، یعنی وارد معامله فروش یا سل شدم. بنابراین لانگ همون بای هست، شورت همون سل هست. حالا از بحثمون دور نشیم. پس سواب به چه چیزایی وابسته است؟ سیاست‌های بروکر شما، نمادی که معامله میکنید، نوع معاملتون بای یا سل، به اینها هم وابسته است. پس مبلغ سواب متفاوته. به یه چیز دیگه هم وابسته است، به حجم معاملتون. اینکه شما چه حجمی، چه مقداری وارد معامله خرید یا فروش شدید. بنابراین اینها همه در تعیین مبلغ سواب یا کارمزد شبانه برای شما تأثیر داره. حالا از کجا بفهمیم که مثلا من الان اگر دارم یه معامله خرید روی اونس طلا میزنم، اونم مثلا دولات و یا دو قرارداد میخوام معامله بکنم، به عبارتی 200 اونس طلا میخوام معامله بکنم، این مبلغ سوابش چقدر میشه؟ هر بروکر توی وبسایتش یه جدولی منتشر میکنه که مبلغ سواب رو توی اون زده. یعنی مقدار سوابی که برای هر نماد در معاملات بای و سل یا لانگ و شورت وجود داره توی اون بروکر، در اون جدول به ازای هر لات معامله یا هر قرارداد در واقع چیه؟ ثبت شده و شما میتونید اون جدول رو برید مثلا از توی سایتش بردارید و این مبالغ رو ببینید. حالا یه پرانتز باز بکنم و یه نکته خیلی مهم بگم. شما میدونستید که سواب ایراد شرعی داره دادنش و گرفتنش؟ من که نمیدونم چرا، اینو باید برید از علمای اسلام بپرسید، ولی ایراد شرعی داره. به همین دلیل بروکرهایی که با کشورهای مسلمان مثل ایران کار میکنن یه نوع حسابهایی ایجاد کردن به اسم حسابهای اسلامی. حسابهای اسلامی باز بسته به سیاستهای بروکرتون داره. بعضیشون
تا 1 ماه شما رو سوپ فری میکنن. یعنی چی؟ یعنی از زمانی که معامله باز میشه تا 1 ماه بعدش از شما سوپ نمیگیره، ولی به محض اینکه از زمان بازگشایی معاملتون، خوب دقت کنید، از زمان بازگشایی معاملتون 1 ماه عبور بکنه، بلافاصله مبلغ کل این 1 ماه رو یک جا از حساب شما کسر میکنه. این مطلب مهمه ها، یعنی به خصوص برای دوستانی که میخوان بلند مدت معامله بکنن. مثلا طرف میگه من پول تو حسابم زیاده، من 200,000 دلار پول تو حسابم دارم، نفت برنتم یه سیگنال بلند مدت 6 ماهه داره، پس من میرم یه مقدار زیادی نفت میخرم و میخوام 6 ماه نگرش دارم. توی 1 ماه اول اگه حسابش اسلامی باشه میبینه سوپ شارژ نمیشه و خوشحاله، ولی به محض اینکه از شروع معامله 1 ماه گذشت، بلافاصله کل 30 روز رو از حسابش کسر میکنه و از اونجا به بعد هر روز دیگه سوپ رو محاسبه میکنه و از حساب معامله گر کسر میکنه. پس سوپ به دلیل اینکه جزئی از ریسک معامله حساب میشه، مهمه برای اونایی که میخوان حرفه‌ای کار کنن، مدیریت ریسک دارن، مدیریت سرمایه دارن، عدد مهمیه. برای شمایی که با حسابهای غیر اسلامی کار میکنید بسیار 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 مهمه، چون هر شب باید این سوپ رو پرداخت بکنید، هر شب به وقت بروکر شما، یعنی ساعت 24 بالای مارکت واچ این سوپ اونجا نوشته میشه. ببخشید، اون ساعت 24 که میشه مبلغ سوپ از حساب شما کسر میشه. حالا من توی وبسایت موج برتر یه سری سوال میذارم که شما این سوالات رو جواب بدید تا ببینید سوپ رو درست متوجه شدید یا نه. یادتون نره که کامل ترین این مجموعه آموزشی رو میتونید تو وبسایت ما ببینید. علاوه بر این آموزش ها کلی مقاله های مرتبط هم اونجا خواهم گذاشت و شما اونها رو هم خواهید دید و میتونید ازشون استفاده کنید و این مفاهیم بهتر براتون جا بیفته. یادتون نره کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب بکنید، زنگوله رو هم بزنید و اگر آپارات دنبال میکنید اون کانال هم دنبال بکنید و فراموش نکنید که در وبسایت ما تمرین میکنید، زیر نظر مربیای ما آزمون دارید تا مطمئن بشید این درس‌ها رو خوب یاد گرفتید. بدرود و خدا نگهدار.